السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال این است که در گوسفند دو نفر شریک شود اگر در قربانی جایز است یا نه؟ جایز نیست است. اما در گاو باشد یا اینکه شتر باشد اگر تا 7 نفره شریک شده میتونن برابر پول مثلا جمع میکنن و همه اون 7 نفر باید نیت کرده باشن قریب شدن به الله را، یعنی که همشون نیت قربانی داشته باشن. اگر یک نفر اونها اگر نیت داشته باشه که به من گوشتش لازم است اما قربانی نیت نداشته باشد، اگر از تمام اونها نمیشود. باید همه اونها قریب شدن به الله را نیت کرده باشند. این سوال دیگر این است که قربانی چند روز جایز هست؟ خاصتا چخیلی که در مذهب ما هست که همین جایز هست در 3 روز. وقتی قربانی داخل می شود به طلوع کردن از روز نحر، یعنی که وقتی که روز نحر که طلوع کرد علاکه قربانی داخل می شود. اگر در شهرها باشند، شهرها همون جایی رو گفته میشه که در جای نماز عیدی قربان خونده شود اونجا در حساب شهر حساب می شود. اونها باید بعد نماز ذبح کنن. اگر پیش از نماز ذبح کردن اگر قربانیشان کردن جایز نیست است. بعد نماز نماز میخونن بعد جایز می شود. و روزش تا 3 روز جایز است گفتیم. روزی نحر هم روزی قربانی خودش و 2 روزی که بعدی همون. و شافعی رحمه الله میگد که 3 روز میگد و میگد که روز عید قربان و 3 روز ایام تشریقش میگن بعد اون. یعنی که روز عید قربان وقتی که 3 روز که بعد او گرفتیم اگر 4 روز به حساب می رود. اگر که خود 3 روز باشد خود 4 روز باشد، در مذهب ما 3 روز است. روز عید قربان و 2 روز دیگه بعد اگر که درک کرد الحمدلله قربانش قبول هست انشاءالله. اما یک نفری هست که بسیار نیت داشت درک نکرد، علاکه 4م روز شروع شد، یعنی که روز عید قربان و 2 روز گذشت 4م روز اگر درک کرد، اون اگر که مثلا قربانی هم کرد انشاءالله از الله میاد که قبول است. اما کوشش کند که بهترین قربانی و بهترین بگیم که همون سنت که مستحبیش و سنتش پر بگیم در اول روز است. انسان کوشش که در هم روز عید قربان بکشد، ذبح کنه که هم گوسفند شه. اگر درک نکرد یا هم مشکلی داشت فرداش هم میتوند، پس فرداش هم میتوند. اما از شافعی با در بگیم که از غیر روز عید قربان کرده 2 روز نه بلکه 3 روز تا 3 روزه کرده میتونه ایام تشریق میگن. از اینجا که از 2 سوال انشالله که جوابش گفته شد که از گوسفند باید یک نفر خودش تنها باید ذبح کند، اون گاو اگر که شتر باشد بعد میتونه که تا 7 نفر شریک شوند. انسان بخواهد که از تمام شبهات دور باشد باید همین روز اولش ذبح کند و 2 روز دیگه اگر که فرصت داشت یافت اگر همونه ذبح کند. و ایلا بگیم که اون قربانی را درک نمیکند، چخیلی در مذهب ما نزد احناف هست و در اینجا قول ها و دلیل ها زیاد هست. اینجا جای دلیل پیش کردن نیست به خاطر که از وقت بسیار کوتاه هست. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.